وقتی که عشق بخواد به قلب خطور کنه بدون اجازه وارد میشه. قانونش هم اینه که تو بدترین شرایط و لحظه‌ای که فکرشم نمی کنی کل وجودت پر میشه از عشق. اون لحظه است که تو میمونی و یه عالمه احساس و فکری که همیشه داشته با عقل جلو میرفته و حالا احساسات هم بهش اضافه میشه. من ناهید هستم، تک دختر یه خانواده که یه برادر بزرگتر از خودم داشتم. من از برادرم نزدیک به 10 سال کوچیک‌تر بودم و خدا بعد از یه مدت طولانی منو به پدر مادرم داده بود. به همین جهت پدر مادرم با من رفتار خیلی خوبی داشتن. پدر مادرم هر دو فرهنگی بودن و به همین جهت هم انگار که روحیه معلمی رفته بود وارد روحشون شده بود. حتی توی خونم همونقدر مهربون و آروم بودن. با این حال پدرم در عین حال که مرد به شدت آرومی بود اما همونقدرم سختگیر بود. رفتار پدرم باعث می شد که من همیشه احساس بکنم که با بقیه متفاوتم. نه به منظور غرور بلکه از عشق زیادی که پدرم بهم انتقال میداد. پدرم مرد به شدت خوب و با خانواده‌ای بود. وقتی که سنم کمتر بود همیشه تو فکرم آرزو داشتم که روزی همچین همسری داشته باشم که حتی بعد از گذشت چندین سال از زندگی بازم احترام منو نگه داره و با فرزندام همونطور که شایسته هست رفتار کنه. اما از جهتی من کلاً از سن کم دختر بسیار پرهدفی بودم. آرزوهای خیلی بزرگی داشتم و توی فکرم خودم رو توی درجات بالا میدیدم همیشه. من به شدت علاقه داشتم به اینکه روزی به جایگاهی برسم که از روی انسانیت به مردم کمک کنم و عاشق عدالت بودم. وقتی تازه راهنمایی بودم، وقتی که پدرم صحبت میکرد راجب مردمی که فقیرن و عده‌ای هم از همین فقیرا پول در میارن، یا وقتی که راجب حق‌خوریایی که میشد میگفت، همیشه تو ذهنم این بود که ای کاش روزی به جایی برسم که حداقل به اندازه خودم بتونم اجازه ندم حق کسی پایمال بشه. در کل من نسبت به اینکه یه دختر بودم شخصیت به شدت جنگجویی داشتم و همیشه توی ذهنم این بود که حتی اگه خودم یه عالمه مشکل داشتم اونقدر توان داشته باشم که بتونم مشکلات بقیه رو حل کنم. در حالی که من از همون اولم بچه به شدت درس خونی بودم و از اونجایی که علاقه داشتم به اینکه یه مقامی پیدا کنم به همین خاطر میدونستم اول از همه باید علممو بالا ببرم. تا اینکه بالاخره با توجه به علایقی که داشتم ترجیح دادم برم به رشته انسانی. از همون موقع کفایت نمی کردم به کتابای مدرسه. در کنارش می رفتم از کتابخونه کتابای مختص به قانون رو می خوندم و به قدری علاقه داشتم که با چند دور خوندن کامل از بحر می شدم. پدرم گویا انقدر که با بچه‌ها در ارتباط بود انگار که در یک نظر متوجه می شد که یه بچه از چه شخصیتی برخورداره. به همین خاطر همیشه به من تذکر میداد که زندگیمو فقط توی یه چیز نبینم و همیشه به هم میگفت زندگی ابعاد مختلفی داره و ما باید توانایی اینو داشته باشیم که همزمان بتونیم همه ابعاد زندگیمون رو به طور کلی بالا ببریم، در حالی که اگه این اتفاق نیفته یه جایی که از احساساتمون نشتی پیدا میکنه. من اون زمان سن و سالم هنوز کم بود و از زیاد از سختی‌های روزگار خبر نداشتم. نمیدونستم اگه قراره به یه هدفی برسیم باید چه پله‌های سختی و بالا بریم. در نهایت بعد از کلی درس خوندن و شب بیداریا بالاخره رشته حقوق توی یکی از بهترین دانشگاه‌ها قبول شدم. بعد از قوانین توی رشته مورد علاقم احساس می‌کردم که دیگه دارم رسالت خودم رو به جا میارم و این تمام چیزیه که من از زندگی میخوام. به سن و سالی که من داشتم اکثر دخترها دنبال شیطنت‌های جوانی بودن و عشق و عاشقی‌های کودکانه. با این حال من اونا رو ساده میشمردم و از نظرم وقت تلف کردم بود. با اینکه پدرم مرد سختگیری بود، اما بعد از گذشته 1 سال از دانشگاه رفتم یه روز به نیت اینکه با من درد و دلی کنه با هم شروع به صحبت کرد. اون فکر میکرد شاید احتمال داشته باشه که از پسری خوش آمده باشه و اینو توی دلم نگه داشته باشم، در حالی که من اصلاً توی این خطا نبودم و تمام فکر و ذهنم فقط توی هدفم بود. فقط دنبال این بودم که از همون دوران دانشجویی بتونم کارایی رو شروع کنم. برای همین وقتی پدرم حرف عشق و عاشقی و وسط کشید من یه جوری خندم گرفت. احساس کردم که پدرم بیشتر از این که با کسی در ارتباط نیستم ناراحت شده.
پدر وقتی اون شرایط رو از من دید بازم مثل همیشه نصیحتم کرد. بهم گفت که بهتره حواسم به احساساتم باشه و همیشه همه جا عقل جوابگو نیست. من همون موقع هم از اونجایی که چهره خوبی داشتم و نسبت به سنم دنبال خیلی از کارا نبودم، به همین خاطر خواستگارای زیادی هم داشتم. حتی تو همون دانشگاهم چند تا پسر به شدت از من خوششون می اومد که حتی یکیشون نیتش جدی بود و برای خواستگاری میخواست اقدام کنه. با این حال من فکر میکردم که ازدواج و عشق و عاشقی فقط مانع هدفام میشه و هیچ چیز دیگه‌ای برام نداره. انقدر خودم رو درگیر کار و مشغله کرده بودم که دیگه به فکر احساسات و عاشقی کردن نمیشد باشم. در نهایت بعد از اینکه توی رشته خودم دانشجوی برتر بودم و بعد از کلی تلاش بالاخره وکالت قبول شدم و میتونستم دیگه مشغول به کار بشم. از طرفی هم از اونجایی که دانشجوی خوبی بودم توی دانشگاه مشغول به کار بودم و خیلی وقتا استادا حتی از من کمک میگرفتن و به من پیشنهاد همکاری میدادن. منم که ولع شروع به کار داشتم. دلم میخواد زودتر پرونده دستم بدن، اما با توجه به نصیحت‌های پدرم و البته استادا پرونده‌های کوچیک و اول انتخاب کردم که مطمئن بودم توشون برنده میشم. حتی به قدری توی کارم توانمند بودم که حتی یه بار یکی از استادا یکی از پرونده‌هاشو داد دست من بابت اینکه انگار منو بخواد آزمایش کنه. اما همون پرونده باعث شد که زندگیم به طور کل تغییر کنه. بعد از اینکه اون پرونده رو با موفقیت به اتمام رسوندم، استادم یه شب با هم تماس گرفت و بهم گفت که یه پیشنهاد خوب برام داره و بعد بهم یه پسری رو معرفی کرد که پروندهش خوراک من بود. پسره یه موتور سوار بود که پیک بود، از قضا به شخصی زده بود. در نهایت حکمی که قرار بود براش در نظر بگیرن قصاص بود. منم که عاشق اینجور پرونده ها بودم که پیچیده باشن و با توجه به شرایطی که اون خیابون داشت مطمئن بودم که یه قضیه‌ای پشت پرده است. با این حال اول ترجیح دادم که با پدرم مشورت کنم. این قضیه رو با پدرم در میون گذاشتم. بعد از اینکه پدرم اونقدر شوق و ذوق منو دید، درخواستم و پذیرفت. با این حال بازم بهم تاکید کرد بهتره که همه جونمو نذارم پای کارم و هدفم. پدرم همیشه میگفت زندگی اونقدر سخته که همیشه اونجور که ما میخوایم پیش نره و باید خودمونو برای چالش‌های زندگی همیشه آماده کنیم. منم که آدمی بودم که بسیار سختگیر و البته منعطف ناپذیر. بعد از موافقت پدر منم رضایتم رو به استادم اعلام کردم و بعدم پرونده رو دادن دستم. پرونده شخصی به اسم ناصر. ناصر حدوداً 5 سالی از من بزرگتر بود و با توجه به شرایطش مشخص شد که وضع مالی چندان مناسبی نداره و توی اون موقع از شبم معلوم بود که هر کی جز ناصر بود نیاز به کار نداشت. وقتی پرونده رو خوندم خیلی تحت تاثیر ناصر قرار گرفتم. با توجه به اینکه من دیگه وکیلش بودم قصد کردم که برم به دیدنش. ناصر پسر خیلی سر و ساده‌ای بود. بعد از اینکه منو دید مدام بابت اینکه اون پرونده رو قبول کردم ازم تشکر کرد. چون گویا استادم به شدت پیش اون از من تعریف کرده بود و گفته بود چه وکیل زبردستی هستم. با این حال وقتی داشتم با ناصر صحبت می کردم احساس نمی کردم که دارم با یه شخصی صحبت می کنم که به کسی آسیبی رسونده. از جهتی هم فقط یه پیک موتوری ساده باشه. ناصر پسری بود که از همون اول با توجه به اینکه شرایطش به شدت سخت بود با این حال خیلی قوی و محکم صحبت می کرد. حتی وقتی ازش شرح حال خواستم بدون حتی ذره استرس برام توضیح داد. به همین ترتیب من هر چقدر که با ناصر بیشتر صحبت می کردم بیشتر از اون خوشم می اومد. ناصر مرد به شدت صادق و راستگویی بود و همه چیزو برای من روک و راست می گفت. وقتی برای اولین بار با ناصر مقابل شدم اون اونطور به آرومی و البته منطقی با هم حرف زد. فهمیدم که در نهایت هر چقدر که این پرونده پیچیده و سخت باشه با این حال برنده ما هستیم. استادم دائما از اون پرونده از من سوال میپرسید. حتی وقتی ذره ازش کمک میخواستم بهم میگفت که اون مطمئنه من از پس اون پرونده برمیام. پدرم هم کنجکاوتر از همه بود. مدام راجع به اون پرونده ازم سوال میپرسید. منم مو به مو بهش توضیح میدادم. تو اون زمان من از هر فرصتی استفاده میکردم
برای اینکه بتونم یه مدرک و یا شواهدی پیدا کنم که باعث بشه که حکمو تغییر بدم و پرداخت دیه تا اینطوری ناصرم به زندگیش برگرده. از طرفی هم از اونجایی که میخواستم عدالت کاملا برقرار باشه، به همین خاطر سعی میکردم که روی پرونده جوری تمرکز کنم که حقو اول به طرف بدم و بعد از اون شواهد رو در نظر بگیرم. چون با توجه به اینکه اون تصادف مرگبار بوده و اون عابر از دست رفته بود، به همین خاطر راضی کردن خانواده و اینکه ثابت کنم ناصر بیگناه کار خیلی سختی بود. و همین ترتیب من هر شب که سرم به بالش می رسید مدام توی ذهنم پرونده رو می آوردم تا بلکه بتونم از داخلش چیزی در بیارم که به نفع ناصر باشه. از طرفی هم من به عنوان یه وکیل با ناصر میتونستم تا یه اندازه صحبت کنم. با این حال از استادم خواهش کردم که از اونجایی که این اولین پرونده بزرگ منه، این لطفو در حقم بکنه که کاری بکنه که من با ناصر مراوده بیشتری داشته باشم. در حالی که بیخبر بودم از اینکه گاهی به دنبال این که عدالت برقرار بشه و حق کسی پایمال نشه باعث میشه که این وسط قلب خودم اون زیر له بشه. ما همیشه حق و عدالت و منطق میدونیم. با این حال خیلی وقتا ای کاش که جواب دلشکستن و دلگرفتگیام حکمی داشت. اینطوری شاید خیلی از قتل و دعوا پیش نمی اومد. بالاخره استادم این لطفو در حقم کرد و قرار بر این شد که من ناصر رو خیلی بیشتر از قبل ببینم، در حالی که چون هنوز هیچ چیزی از زندگیش و البته اتفاق افتاده نمیدونستم. به دیدن ناصر رفتم و باهاش صحبت کردم. قرار بر این گذاشتم که چند جلسه فقط راجع به اون حادثه صحبت کنیم و بعد از اونم راجع به مسائل شخصی خودش. چون من سوء پیشینه گرفته بودم و فهمیده بودم که ناصر اولین باریه که تو همچین جاهایی قدم گذاشته. با توجه به همین قضیه ناصر تمام اتفاقاتو بهم توضیح داد که یه دفعه انگار که چیزی زیر چرخ رفت. تا بعد از اون تعادل موتور از دستش در رفت. حتی آبرم رو خط نبود. تمام اینا میشد باعث بشه که من یه امیدواری داشته باشم از جهت اینکه امکان داره به دلیل خالی کردن شونه شهرداری از بار مسئولیت چنین اتفاقی رخ داده باشه. چون خیلی وقتا مسیرهای جاده‌ای چندان مناسب نیستن و آسفالت به درستی زده نمیشه و خیلی از این اتفاقات دیگه. و همین خاطر با توجه به حرفایی که ناصر میزد میشد امیدوار شد که تو اون پرونده برد با ما باشه. با این حال اون بار انگار دیگه ناصرم با من راحت شده بود. بعد از کمی صحبت راجع به اون حادثه خود ناصرم اشک توی چشماش جمع شد. شروع به گریه کرد. در حالی که بغضش شکسته بود سعی میکرد همونطور صحبت کنه. هرچند که من سعی داشتم آرومش کنم و بهش این اطمینانو بدم که اون منو داره و این باید باعث بشه که اون دلش قرص بشه. با این حال ناصر انگار دلش از جای دیگه گرفته بود. از طرفی هم من یه جورایی برای اولین بار کنار یه مردی حس عجیبی داشتم. ناصر چهره معمولی داشت اما ورزشکار بود. با توجه به حرفایی که برام زده بود از قبل جدا کار میکرد. از طرفی هم طرز صحبت کردنش اونقدر محکم بود که باعث میشد به دلم بشینه. اون روز وقتی از ناصر جدا شدم مدام فکرم پیشش بود. نه پیش پرونده بلکه پیش خودش. اینکه یک کاش میشد بین من و اون یه ارتباطی شکل بگیره. برای اولین بار احساس دلتنگی میکردم نسبت به شخصی و شاید میشد گفت برای اولین بار دست و دلم پیش کسی لرزیده بود. همون شب وقتی به خونه برگشتم و مثل شبای دیگه پدرم خواست راجع به پرونده صحبت کنه، من با عصبانیت به سمت اتاقم رفتم. بهش گفتم که تازه اولشم و هنوز اتفاقی نیفتاده. با این حال انگار پدر متوجه تغییر احوالاتم شده بود و اون اولین بار بود در طول تمام اون 28 سال که من اونطور بخوام تند با پدرم صحبت کنم. حتی مادرم هم تعجب کرده بود از حال بدم. وقتی به سمت اتاق رفتم پدرم کوتاه نیامد. بازم اومد و کنارم نشست و شروع کرد با هم صحبت کردن که چی باعث شده من برای اولین بار اونقدر دلم گرفته بشه. در حالی که حالا وقتی پدرم سوال ازم پرسیده بود برای اولین بار به منمن افتاده بودم و درست نمیتونستم جوابشو بدم. یه جورایی انگار زبونم از کار افتاده بود. پدرم انگار متوجه شده بود که چه چیزی از دلم گذشته. برای همین ازم خواهش کرد که انتخابم هر شخصی که هست سعی بکنم با چشم باز انتخاب کنم تا مبادا دلم بشکنه.
هرچند که پدرم همیشه در انتهاش جمله اضافه میکرد که زندگی هیچ وقت اونطور که ما فکر میکنیم پیش نمیره. اما برای اولین بار دلم میخواست که زندگی برخلاف این قضیه باشه. دلم میخواست یه جوری قضیه پیش بره که خدا من و ناصر رو کنار همدیگه قرار بده. احساس میکردم که ما آدمایی بودیم که تا حالا همدیگه رو پیدا نکرده بودیم و یه جورایی میشد گفت جفت روحی. با این حال حداقل خوشحال بودم از اینکه پدرم از سوی چشمام حرفامو خونده، حتی با توجه به اینکه هیچ چیزی از دهنم خارج نشده بود. چند روز بعد وقتی خواستم به دیدن ناصر برم، چند دست لباس براش گرفته بودم، چند تام خوراکی. ناصر با دیدن اونا از من تشکر کرد. ما شده بودیم شبیه به یه دوست. با این حال احساسات من بیشتر از یه دوست بود. اون روز ترجیح دادم که راجع به زندگی شخصی ناصر بدونم. ازش خواستم که راجع به خودش و خانواده‌اش بهم توضیح بده. منتظر موندم که ناصر زبون باز کنه و حرفی بزنه. همیشه برای اینکه حرفشو شروع کنه چند دقیقه مکث می‌کرد و من یه جورایی عاشق همون سکوتش بودم. در حالی که ناصر بالاخره شروع به حرف کرد. از من پرسید راجع به خانواده خودم بگم یا پدر مادرم. با اون سوالش احساس کردم کسی 1 لیتر آب یخ رو سرم ریخت. یه دفعه احساس کردم ضربان قلبم وایستاد. حتی ساعتم وایستاد. هول شده بودم و نمیتونستم جوابی بدم. با این حال نمیخواستم ناصر از احساسات من خبردار بشه. به سختی سعی کردم که خودم رو جمع و جور کنم تا مبادا چهرم معلوم بشه که با اون سوال کل دنیا رو سرم خراب شد. برای همین بهش گفتم راجع به هر دو و منتظر موندم تا ببینم منظور ناصر از اون سوال چی بوده. ناصر با بغض شروع کرد به تعریف کردن راجع به این که اون یه بچه 5 ساله داره و یه خانم پا به ما. در حالی که داشت اون قضیه رو تعریف میکرد اشک توی چشماش جمع شده بود. در نهایت گریهش گرفت. اما این بار دیگه من سعی نکردم اونو آروم کنم. خودم هم شروع کردم به گریه کردن. با این تفاوت که این بار گریم برای اون نبود بلکه برای خودم بود که وقتی برای اولین بار عاشق شده بودم اون یه مرد متأهل بود و حتی داشت صاحب یه بچه دیگه هم میشد. از طرفی هم اون موکل من بود و به هیچ جهتی درست نبود که عشقی بینمون صورت بگیره. با این حال داشتم به این جمله میرسیدم که عشق قبل از اومدن در نمیزنه. در حالی که ناصر داشت از خانم بودن زنش میگفت. اینکه چقدر خانم صبوریه و با تمام سختی داره کنار اون زندگی میکنه. وقتی داشت از همسرش تعریف میکرد احساس میکردم قلبم همون لحظه است که از جا در بیاد. این وسط نه ناصر مقصر بود نه زن صبورش، بلکه تنها مقصر این داستان و این حال بد قلبم بود. قلبی که تو بدترین شرایط تو بی‌موقع ترین وقت شروع به تپیدن برای یه نفر دیگه کرده بود. بعد از اونم در حالی که ناصر اشکای منو دید از من خواهش کرد که خودمو ناراحت اون نکنم. اما یک کاش که میشد فهمید ناراحتی من برای خودمه نه اون. منتظر موندم تا راجع به خانواده‌اش بگه. فهمیدم ناصر در کل خانواده‌اش از قشر کارگرن. خودش هم البته مرد به شدت زحمتکش و خانواده دوستیه. اون لحظه نمیدونستم باید خوشحال باشم از اینکه توی دنیا همچین مردی هست یا اینکه ناراحت باشم که این مرد برای من نیست. اون روز وقتی به خونه برگشتم دیگه نمیتونستم جلوی اشکامو بگیرم. تو اتاق نشسته بودم و بلند بلند گریه میکردم. این اتفاق برای اولین بار افتاده بود. این احساسات پیچیده برای اولین بار درونم شکل گرفته بودن و این قلبم برای اولین بار داشت از درون میسوخت. نمیتونستم باور کنم عاشق کسی شدم که متأهله، در حالی که با اون تا ارج آسمون رفته بودم. اون شب ما وقتی پدرم اومد پیشم تا آرومم کنه چون فکر میکرد به خاطر خستگی پرونده است، من درد و دلمو باز کردم. براش همه اتفاقای افتاده رو تعریف کردم. پدرم هیچ وقت مردی نبود که منو قضاوت کنه. برای همین تمام مدت با آرامش به حرفام گوش کرد و حتی در نهایت منو بازخواست نکرد. بعد از گذشت اون شب من صبحش با چشمای گریون بلند شدم. احساس میکردم که یه تیکه از قلبم نیست. در حالی که مونده بودم چطوری باید ذهنم رو اون پرونده متمرکز کنم. به هر حال هر چیزی که بود من تا قبل از اون فکر میکردم دارم برای عشقم تلاش میکنم تا در نهایت اون آزاد کنم. بعدم علاقه‌مو بهش اعتراف کنم. حتی توی ذهنم این بود که شایدم ناصر بهم علاقه‌ای داره. اما من کجا و زندگی ناصر کجا؟ در حالی که اون روز مدام فکرم درگیر این اتفاقات بود، پدرم با 2 لیوان چای کنارم نشست. ازم خواست که باهاش درد و دل کنم. منم فکرامو باهاش در میون گذاشتم. اون روز پدرم بهم گفت که من از اول وظیفه وکیل رو داشتم برای اون، نه اینکه عاشق باشم. برای همین بهتره
حتی حالا که زندگی خلاف میل من رفته، من باید خودم رو حالا ثابت کنم. بعد از اون پدرم ادامه داد و گفت که بهتره حالا منطقی فکر کنم و اون عشق برای خودم نگه دارم. در حالی که با هر کدوم از این جمله‌های پدرم اشکام میریخت و بی اختیار گریه میکردم. در حالی که پدرم میگفت درکم میکنه که وقتی برای اولین بار عاشق بشی و بهش نرسی چقدر سخته. اون روز پدرم اون حرفا رو بهم زد. بعدم تنهام گذاشت. 2 روز بعد قرار بود بازم ناصر رو ببینه. برای همین تا قبل از اون باید فکرمو جمع میکردم. در حالی که خودم میدونستم کار درست چیه. با توجه به فکرایی که کرده بودم و حرفایی که پدرم بهم زده بود و البته انتظاراتی که خودم از اون پرونده برای برنده شدن داشتم، میدونستم که باید احساساتمو فعلا کنار بذارم. از جهتی هم درس از این اتفاق گرفتم که من باید به عنوان یه وکیل عدالت رو برقرار میکردم. نه اینکه احساسی برخورد میکردم و پرونده رو به طور کامل کنار میذاشتم، چون اینطوری زن و بچه‌اش زندگیشون خراب میشد. طبق همین شرایط هرچند که برام به شدت سخت بود، سعی کردم عاشق بودنم و برای خودم نگه دارم. برای همین دنبال مدرک جمع کردن بودم تا در نهایت با توجه به شواهد و شاهدایی که تونستم پیدا کنم متوجه شدیم که اون مرد هنگام عبور از خط آبر بی‌دقت بوده و جدای از اون با توجه به اینکه ناصرم متوجه اون مرد شده، با این حال به دلیل اینکه خیابون استاندارد نبوده ناصر نتونسته کنترل کنه. از طرفی از اونجایی هم که اون خانواده وضع مالی خوبی نداشتن و همین خاطر قانع شدم به گرفتن دیه. در نهایت با توجه به تلاش‌های شبانه روزی من اون پرونده پیروز شد و به همین ترتیب از من به شدت تقدیر شد. البته استاد من به من ترفیع داد و من کارم توی دانشگاه به طور رسمی شد. در حالی که وقتی ناصر داشت ازم بابت تلاشام تشکر می‌کرد، نمیدونستم باید خوشحال باشم که دیگه اون پرونده نیست یا اینکه ناراحت باشم. از طرفی خوشحال بودم از این جهت که اون شخصی که دوست داشتم به هر حال به آزادی و حق خودش رسید. از طرفی هم من حالا داشتم پاداش نتایج تلاشمو می‌گرفتم. در حالی که میدونستم دیگه هیچ وقت قرار نیست ناصر رو ببینم، همین قضیه باعث شد که من به شدت ناراحت بشم. اون روز وقتی که ناصر از اونجا آزاد شد، همسرش با همراه بچه‌اش جلوی در منتظر بودن. ناصر از شوق آزادی از من خواهش کرد که همراهش برم. خانومش زن سرد و ساده‌ای بود و یه دختر خیلی خوشگلی داشت. دخترش بغلم کرد و بعد از اونم همسرش از من به شدت تشکر کرد. وقتی اونا رو دیدم انگار دلم مطمئن شد از اینکه کار درستی انجام دادم. در حالی که از احساسات من فقط پدرم خبر داشت. پدرم وقتی منو تو اون لحظه داشت میدید، تو نگاهش افتخار دیدم که انقدر راحت تونستم به احساسات خودم غلبه کنم و مسیر درست جلو برم. بعد از گذشت اون روز من از اون عشقی که تو دلم مونده بود به هر حال حالم چندان مناسب نبود. با این حال پدرم به قدری باهام صحبت کرد که بازم رسیدم به این حرف که ما همیشه قرار نیست هر چیزی که دوست داشته باشیم و داشته باشیم، یا اینکه هر چیزی که بهش علاقه داریم قرار روزی برای ما باشه. همچین چیزی نیست. خیلی وقتا ما باید بپذیریم که شاید عاشق باشیم، اما عاشقی تو رها کردن باشه، حتی اگه هیچ وقت طرف نفهمه کسی عاشقشه. الان چندین ساله که از اون اتفاقات میگذره. من در حال حاضر کنار همسرم دارم زندگی میکنم، مردی که به شدت توی وکالت قهاره و یه جورایی مشوق همدیگه تو زندگی شدیم و تو همین روزا دیر یا زود دخترمون به دنیا میاد. این بود خاطره زندگی من. شاید خیلی وقتای عشق برای ما پیش بیاد. با این حال همیشه عشق به معنی این نیست که با اون آدم قرار ادامه بدیم یا اینکه اون آدمو کنار خودمون داشته باشیم. هر چیزی باید به زمان خودش باشه و اینو مطمئن باشیم که برای هیچ اتفاقی نباید اصرار داشته باشیم. من الان کنار همسرم علی که مرد بسیار تلاشگری هست زندگی خوبی دارم. بارها خدا رو شکر میکنم که به خاطر تلاشام به اون جایگاه رسیدم تا در نهایت مردی مثل علی توی زندگیم قرار بگیره. حالا شما بگید اگه جای من بودید علاقتون رو به ناصر ابراز میکردید یا راه من رو در پیش میگرفتید؟ حتما توی کامنت ها بگید.